درود بر شما. کانال زدن، تنظیمات کانال به شیوهی که دارم امروز خدمتتون ارائه میدم یک نوع کانال زدن هست که هر کسی نتونه یاد بگیره یه دونه جایزه داره. به سادگی هست. قبلا یه سری ویدیو گذاشتن با کروم بوده و هر بار که کروم رو بچه ها باز میکردن بازخوردهایی که داشتم آقا این صفحه‌ای که شما میگید برای من باز نمیشه. امروز میخوام با فایرفاکس بهتون آموزش بدم و فقط هم با یک گوشی میتونید تنظیماتتون رو انجام بدید و به سادگی هست و برای هر کسی در هر کجایی هر وقت بخواد این تنظیمات رو با فایرفاکس انجام بده دیگه به مشکل یا باگ نمیخوره که توی کروم یا یاندکس یا گوگل براش در واقع اتفاق میفته. چرا؟ فایرفاکس خودش یه سری تنظیمات و دیفالت های اولیه داره که همیشه برای همه در دسترس هست. خب حالا ما امروز میخوایم بیایم فایرفاکسمون رو نصب کنیم که من اینجا روش نصب فایرفاکس رو هم گفتم. فایرفاکس که این شکلی نوشته میشه از گوگل پلی دانلودش کنید، از گوگل هم میشه، از کروم هم میشه و دیگه این دردسرا رو نداره. وقتی گوگل فایرفاکس رو دانلودش کردید یه سری دسترسی از شما میخواد. از شما میگه آقا من به گالری شما دسترسی دارم، به اینجا به من اجازه میدید. شما اجازه و دسترسی ها رو بهش بدید، نگران نباشید. هر جا میخواد اکسپت یا پذیرش میخواد اکسپت و پذیرش رو بهش بدید. این نرم افزار بسیار شناخته شده و معتبر هست و نه تا حالا هیچ مشکلی کسی با این نرم افزار و با این پذیرش ها نداشته. نگران نباشید. وقتی فایرفاکسمون رو باز کردیم یه همچین صفحه هست. این فایرفاکس ما، من توی اینجا می نویسم، ببینید یوتیوب رو فقط می نویسم youtube.com. همون یوتیوبی که شما توی اپلیکیشن دارید میاد، از اونجا بازش نمی کنیم. نرید از یوتیوب این صفحه رو باز کنید، از خود فایرفاکس کنیم. یه همچین صفحه‌ای برای من باز میشه. یه 3 نقطه این پایین داره، مثل 3 تا نقطه است، مثل یک شده. برای بعضیا ممکنه اون بالا باشه، برای اونایی که فارسی هست ممکنه سمت چپ باشه یا پایین باشه. در هر صورت در یکی از این 4 تا کنج هست. من روی این 3 نقطه میزنم. اینجا این خیلی مهمه. اینجا دسکتاپ هم رو باید روشن کنم، یعنی به صورت کامپیوتر. تو فارسی احتمالاً نوشته به صورت کامپیوتر. این تیک رو میزنم. وقتی این تیک رو میزنم ببینید موبایل من یوتیوب من به صورت کامپیوتر برای من یوتیوب رو بالا میاره. وقتی این کاری کردم این بالا دقت کنید. ببینید بچه ها، حالا میگم ممکنه برای شما این پایین باشه. این بالای پروفایل من دارم. عکس منو دیدید؟ اگه شما کانالی قبلا نداشته باشید یا جیمیلی ندارید، به جای اینکه اونجا الان برای من عکس هست، من الان دارم با فلش اینجا نشونش میدم، به جای این مثلا نوشته ساین این یا ورود به سیستم، خب، یا یه عکس هست مثلا نوشته M یا H. شما اصلا روی اون دایره حتما کلیک کنید. من الان اینجا روی این دایره رو لمس میکنم. ببینید وقتی روی این دایره لمس میکنم یه همچین پنجره‌ای برای من باز میشه. من از همینجا میخوام جیمیلم از همینجا بسازم. از همینجا که جیمیل ساختم همینجا با همین فایرفاکس کانالم رو میسازم. بعد میریم لوگو میسازیم، چنل آرت میسازیم. اگر طولانی شد تا همین لوگو و چنل آرت تمومش میکنیم. اگر نشد ادامه میدیم. ممکنه این ویدیو بشه نیم ساعت 20 دقیقه، ولی واقعا نیازتون رو برطرف میکنه. دیگه به مشکل نمیخوره. دیگه این سوال برایش اینه که آقا برای من باز نشد، شما انجام دادین اون صفحه برای من نیومد. همینجا همه کارامون انجام میدیم، وریفای میکنیم، شماره تلفنمون رو میدیم، لوکیشنامون رو میدیم، به صورت کامل و 100% انجام میدیم. اگه کسی دیگه با این سیستم نتونه انجام بده یه جایزه داره پلی من، البته یه جایزه منفی. ببینید من اینجا، ببینید بچه‌ها، وقتی این دایره رو میزنم همین اولیه علامت جی داره نوشته گوگل اکانت. یه صفحه برای من باز میشه. اصلا از ابتدا من میخوام این بالا ببینید نوشته go to گوگل اکانت، یا برای شما مستقیم این صفحه رو میاره که الان دارید میبینید، یا اون بالا نوشته برو به گوگل اکانت. میخوام یه اکانت بسازیم. فارسی ها میگن آقا ساخت یه دونه جیمیل، ساخت من نمیدونم به هم رسانی، به روز هر چی میگن، در واقع یه دونه جیمیل میخوام بسازیم. این قسمت من یک گوگل اگر جیمیل دارم اینجا وارد میکنم. من نمیخوام جیمیل، میخوام یه جیمیل جدید بسازم. میام اینو پایین ببینید اینجا نوشته create account یا ایجاد یک حساب جدید. این کرییت اکانت رو میزنم.
وقتی کرییت اکانت میزنم یه پنجره برای من باز میشه، مینویسه آقا جون میخوام شخصا برای فرمای پرسوناله، یا برای فرزندم، برای بچه‌م میخوام بسازم، یا برای بیزینسم میخوام بسازم. یکی دو تا آپشن جدید باز شده، مثلا برای فرزندم، برای فرمای چایلد رو جدید زده، چون میخواد این در واقع اطمینان حاصل بشه که فرزندا، بچهای کوچیک هر کدوم به سادگی این کار نکنن. من میام اینجا فرمای بیزینس رو میزنم، برای شغلم میخوام بزنم، یوتیوب شغل دیگه میخوام برای بزنم، فرقم نمیکنه اگه برای ما شخصا هم بخواید بزنید اشکالی نداره. یه همچین صفحه باز میشه، اینجا میگه اسم اولت بگو. ببینید بچه ها، باز تاکید میکنم حتما لازم نیست بنویسم علیرضا یا محتشم، ولی اینجا اسممو مینویسم. خب من چه اشکالی داره؟ من اصلا میخوام بنویسم، نمیدونم، اصلا بنویسم من و تو، اسم من فامیلی من تو. ببینید نوشتم بالا اسم من تو هر چی دلت میخواد بنویس، مهم نیست. اما اینجا بهتره که اسم فامیل خودت بنویسی. میزنم نکست. اینجا شما باید تاریخ، روز، ماه و سال میلادیتونه بنویسید. من دی رو میزنم 23، مانت رو میزنم 3. شما مال خودتون رو باید بلد باشید، اینم واقعی میزنم 970. خب و پایین میگه که آقا این مرد هستی زن هستی، نوشته جنر. خب من اینو میزنم. خب شما اگه خانم هستید اولی رو بزنید فیمل، اگر آقا هستید دومی رو بزنید. من میل رو میزنم، گزینه نکست رو میزنم. حالا اینجا میخواد که جیمیل ادرس من بدم. گفتم جیمیل ادرس هر چیزی میتونید بدید، ولی چیزی باید باشه که قبلا کسی اختیار نکرده باشه. خب حالا اینجا بعضی اومدن پیام دادن توی کانال اینستاگرام من که آقا برای من نمیاره. چرا؟ برای اینکه آقا قرمز میکنه، قبلا یکی گرفتتش. متوجه شدید؟ حساب کنید ما 2 میلیارد مثلا 3 میلیارد 5 میلیارد ممکنه جیمیل داشته باشیم. من خودم حداقل 10 تا جیمیل دارم، درست؟ ممکنه جیمیل رو قبلا یکی اختیار کرده باشه. من میام اینجا مینویسم من و تو هم 2 تا او میزنم. حالا یه دونه ترای میکنم ببینم اینو میپذیره، نکست رو میزنم، میگه نه اینو قبلا یکی انتخاب کرده، درسته؟ من میتونم این پایین اینا رو به من پیشنهاد داده. ببینید این پایین اینجا 3 تا رو به من پیشنهاد داده، نوشته من و تو 57. من ببینم من و تو 57 بزنم قبول میکنه. دیدید خودش به شما پیشنهاد میده. شما وقتی یه جیمیل میزنید خودش میگه آقا این من و تویی که شما زدی یکی انتخاب کرده، ولی من و تو و 57 رو کسی انتخاب نکرده. خب من اونو زدم، انتخابش کردم. نگران نباشید، فکر نکنید اگه کانالتون مثلا فیتنسیه حتما باید یه جیمیل فیتنسی باشه. دقت کردید؟ یه نامه. در دنیا هر کسی هر نامی رو میتونه، هر ادرسی رو میتونه انتخاب کنه. جیمیل ادرس اسمشه یا آدرسه. پس من میام اینجا اینو انتخاب میکنم. الان اینجا یه رمز از من میخواد. رمز رو یه جوری بزنید بنویسیدش، رمز رو یادتون نره. اگه یادتون رفت درست مثلا مشکلی نداریم، میتونید دوباره بازیابیش کنید. پس من الان اینجا یه رمز میزنم، مینویسم من، بچه من و تو 1970. امیدوارم این رمز منو بپذیره. پایینم زده کانفirm، یعنی اون رمزی که زدی ببینم یادت نرفته. پایین دوباره عین همین رمز بالا رو من میزنم، من و تو 2 تا او میزنم 1970. یه دونه رفتیم صفحه بعد، اون رمز من پذیرفت. حالا میگه یه دونه جیمیل ریکاوری بده. من میتونم بپرم از اینجا، اسکیپ رو میزنم، میگم صفحه بعد. لازم نیست، اجباری نیست که حتما ریکاوری ادرس بزنید، اسکیپ رو میزنم. حالا من و تو برای من اینجا ساخته شده، میبینید؟ نکست رو میزنم. خب ببینید این صفحه که وقتی برای من میاد، من اولی رو انتخاب میکنم. میگه آقا تو همین یه مرحله میخوای رد چی از جیمیل، یا خیلی مهمه میخوای 3-4 مرحله ایش کنی. من همون اولی رو تایید میکنم و بعد نکست رو میزنم. بچه‌ها ممکنه حوصله بر باشه الان به نظر شما که دارم خیلی طولانی، ولی اینقدر بازخورد داشتین باور کنید یه بار حوصله کنید اینو ببینید، خیالتون برای همیشه راحت میشه و این همیشه ویدیو در دسترستون هست و میتونید هر بار دلتون بخواد به راحتی جیمیل بسازید، هر چند تا دلتون بخواد کانال بسازید. من میام این صفحه رو میرم پایین، اینجا نوشته accept all، پذیرش میزنم. خب میام پایین مینویسم confirm، میام پایین تر accept I agree، من موافقم. برای شما میاد، نگران نباشید. فارسی هاش هم دارم میگم که شما خیالتون راحت بشه. خب پس من یه جیمیل ساختم،
اسم جیمیل من هست من و تو 57. دیدید؟ هر اسمی دلتون بخواد، فقط کسی قبلا نگرفته باشه و اینجا داریدش. یه همچین صفحه بر من میاد، من دیگه ادامه نمیدم. کانتینیو رو نزنید، بزنید not no. خب وای میسیم. خیلی خوب، من و تو اومد اینجا. میبینید ام بزرگ ویلکام تو من و تو. الان جیمیل من 10 تا جیمیل دارم. وقتی اینو ساختم به طور اتوماتیک جیمیل من اون بالا اومده، ام رو آورده برای من اینجا. من این صفحه ها رو میبندم دیگه. فقط ما با استودیو نقطه youtube.com توی فایرفاکس کار داریم و هر وقت هم فایرفاکس رو باز میکنیم یه دونه دسکتاپ سایت رو تیکشو میزنیم. منتظر میمونم. صفحه من اومده و امروز میخوایم آپلود کنیم لوگومونو، چنل آرتمونو، اینا رو میخوایم آپلود کنیم. میخوام یه کانال بسازیم. درسته؟ کاستومایزیشن یه مداد جادویی رنگه. میبینید بچه اینجا کاستومایز رو میزنم. لای آوت برندینگ رو میزنم. میبینید رو جیمیل منه. الان اینجا میخوام یه کانال درست کنم. یه آپلود داره، عکسامو میزنم. به من میگه همون لحظه میخوای عکس بگیری یا از فایلت، از پروفایل، از گالری میخوام. من از گالری استفاده میکنم. میخوام یه لوگو چنل مثلا بزنم، یه عکس انتخاب میکنم. بچه‌ها فرمت و سایز عکس که در مورد لوگو هست فرق میکنه با چنل آرت، فرق میکنه با تامنیل. برای اولین بار سعی کنید، چون یه بار انجام میشه، بدید کسی که واردتره اگه ادیت مسلط نیستید. خب من الان این عکس انتخاب میکنم. وقتی این عکس انتخاب میکنم خودش تو این دایره برای من اینو انتخاب میکنه. میبینید بچه ها اینهاش. من همینو این پایین اینجا نکست رو میزنم، سیو رو میزنم اینجا، سیوش میکنم این عکس ما که انتخاب کردم. حالا عکس من نشست اون بالا. میبینید توی قسمت لوگوی من اولی لوگو نشست. دومی میخوام چنل آرت بزنم. بچه‌ها چنل آرت، اگه چنل آرت سایز استاندارد ندارید اینجا به سادگی نمیپذیردش یا نمیشینه. دست باشه نشید. یه چنل آرت گفتم یه سایزی داره، فکر کنم 25 تا 14. خب حدود اینه. بدید کسی برای شما درستش کنه. اگر نشد من یه ویدیو درست میکنم که از بنر میکر یا از کانوا یا از پیکسارت هم میتونید استفاده کنید. خب حالا اینجا پابلیش میزنم. میبینید اینجا وقتی همه این دوتا لوگو و چنل آرت همو زدم اینجا پابلیش رو میزنم تا این توی کانال من بشینه. خب برنامه رو بستم، دوباره فایرفاکس رو باز کردم، نوشت youtube.com. کانالی که ساختم این بالا برای من اومده. ببینید این لوگوی منه، این پایین بالا که دارم فلش میذارم. الان اینجا من میخوام یور چنل رو ببینم. این چنل منه، کانال من ساخته شد. الان من یه کانال دارم که لوگو دارم، چنل آرت دارم. چون ویدیو خیلی طولانی میشه، توی ویدیوی بعدی قسمت دوم حتما ببینید که خیلی مهمه. تنظیمات لوکیشن میخوام بزنیم، وریفای کنیم، شماره تلفن چه جوری بدیم. بچه‌ها که میان میگن آقا ما گیر کردیم، اشتباه داشتیم، توی فایرفاکس به راحتی انجامش میدیم و هر کس هم بتونه انجامش بده. تا اینجا اومدید، امیدوارم که خسته نشده باشید و ما رو سابسکرایب کنید.